بسیار ناآرام در ازبکستان روزهای فرهنگ تاجیکستان برگزار شد. از اینجا خیلی گروهی کلان نوازندگان، آوازخوانان، رقاصان، هنرمندان خلاصه و ادیبان از جمله عالمان به اونجا سفر کردند. استاد مانک هم اونجا بودند. بعد چند وقتی که ما از سرحد بخارا و سمرقند و نمنگان و فرغانه از اینجا برگشتیم، در یک مهمانسرای بسیار پرشکوه تاشکند برای ما و هم برای مهمانها هم برای میزبانها ضیافتی بسیار پرشکوه آراسته شد. بعد در اونجا رقاصهای ما رقص کردند، آوازخوانها سرود خواندند، آوازخوانی کردند و نهایت یکی از میان ما برخاست و تار گیری رفت به میدان برآمد. بعد به هنرنمایی سر کرد. این عبدالله عارف گفت که در پهلوی من و در پهلوی استاد نشسته بود، گفت که این آدم کیست؟ من گفتم این آدم معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان است. گفت که یه راهبروی شما حضور بدن که این در فرهنگ شما پیش رفته است. این گفت دخترای شما آنقدر رقص میکنند که یکم نفری ما اینقدر رقص کردن نمیتونند. آوازخوانهای شما اینقدر هنرنمایی میکنند که ما به این درجه رسیده نمیتونیم. واقعا این گپ شده بود و من شاهد همین گپ بودم و استاد قناعت هم به همین کار به همین هنرنمایی شاهد هستند. حاضر نوبت رو ما به جمشید اسماعیل می‌ریم. یعنی باز همون گفته حیبراشو که در نگود از پای منصب ندارید، هنر در مد اول است. Shut
عزیزم دیر کردی مرا از این دگانی سیر کردی شمور به تو منی بیچاره خارزار به تو منی بیچاره خارزار به تو کجا اشعاری آتش بهار به تو نگل از تو نگل رخسار به تو نگل از تو نگل رخسار به تو چرا امشب عزیزم دیر کردی مرا از این دگانی سیر کردی شهر عزیزم دیر کردی مرا از این دگانی سیر کردی چرا این شهر عزیزم دیر کردی مرا از این دگانی سیر کردی شکر جمشید جان